شب جمعه است، جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان صلوات بلند بفرست. وقتش رسید وقت کنی رو به ما کنی. وقتش رسیده وقت کنی رو به ما کنی. ما را کبوتر حرم سامرا کنی. یا امام حالی در هم بخر، در هم بخر، نگاه نکن که چه میخری. در هم بخر، نگاه نکن که چه میخری. آخه رسوا شود اگر که بخواهی صبا کنی. محکم حصار عشق شما را گرفتم. این بیانات آقای عالی باعث شد شما راحت این شعر متوجه شید، من توضیح ندم. محکم حصار عشق شما را گرفتم، دل شور میزند که مبادا رها کنی. درمانمان بکن، درمانمان بکن. چجوری؟ درمانمان بکن به همان شیوه خودت. ناصبی اومد پیشت، چی شد؟ لازم من محب شما، بابام محبته، مادرم همینطور. بخوای به ما نگاه کنی چی میشه؟ درمانمان بکن به همان شیوه خودت. درمان شوی مگر به خودت مبتلا کنی.
ای جانم ای جانم تو گریه معلومه تو این کاره ای. یه خط مستونه بخونم دوباره آروم دست به خیرت طایفه دست به خیر ها ای جان سفری دست و پا آقا جان عمری نشستم به صف عاشقان تو وقتش رسیده وقت کنی رو به ما آقا دلم به دست گرفتم برای تو من راضیم فقط به خدا با رضا وقت بذارید رو جلسه امام هادی راحت گریه کنید منم وقت بهتون میدم بالاست تا ابد به خدا پرچم شما جانم فدای جان شما خاتم شما تو لطف میکنی که مرا راه میدهی ای بچه های فاطمه بازم دم شما بازم دم شما از تو زیاد از تو به ما زیاد رسیده است یا نغیر چیزی کم از زیاد ندارد کم دل را مست موهالی امشب دل را برای پا قدمت ساختم بیا بر سر درش نوشته شده مقدم شما من را ز راه عشق خودت تا خدا ببر جبریل هم رود ره پیچ و خم شما از تربت تو ریخته بر خاک من خدا
یک دم اگر که بغض کنی گریه میکنم، جانم بگیر تا که نبینم غم شما. حال متوکل ملعون خراب شد، همه طبیبا موندن چطور به دادش برسن، جوابش کردن مادر متوکل ارادتی داشت به امام هادی، نذر کرد کیسه ای زر به امام هادی علیه السلام، جان همه عالم فدای امام هادی. پیغام داد آقا چه کنی؟ فرمود فلان دارو رو استفاده کنید، مرهم درست کنید. خوب شد به دستور امام هادی، دارو به دستور امام هادی کار میکنه. ما بعضی موقع یادمون میره کی دستور میده. اگه تو طب رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فهمه که این فلان چیزو بخورید برای فلان مریضیتون خوبه، این نه اینکه امام رضا علم به این موضوع فقط داشته باشه، فقط این نیست. از اون موقع که امام رضا اراده میکنه فلان دارو برای فلان مریضی خوبه، اون دارو موظف هست که این تأثیر رو بگذارد، چون امام میخواد کرهن و طوعن ذرات موظف به اطاعت در همه چیز. اگه خوب دقت کنیم دیگه تو عمرمون نمیگیم چرا امیرالمومنین اینو گفت، دیگه هر موقع بخوایم حرف بزنیم مثال میزنیم میگیم این چون امیرالمومنین فرمود والمعروف ما امرتم به. کجا بودیم؟ خوب شد حالش. مادر متوکل بنا به نظری که داشت کیسه زر رو فرستاد. امام هادی دست به این پول نزدن، میدونستم بعدن چی میشه. اومدن شروع کردن موضوع رو رسوندن برعکس وانمود کردن که آقا داره پول جمع میکنه میخواد خروج کنه. فرستاد اون نامرد رو، اومد از پشت بام وارد منزل امام بشه. امام روی سجاده نشسته بودن، فهم متوجه شد اگر سقف اومد تو تاریکی در میتونه گفت صبر کن، کجا میای؟ تاریکه، بذار برات چراغ بیارم. بعضی ها میگن امام نردبان آورد که از نردبان بیاد دست و پاش نشکنه. آقا جان چراغ جلو پای ما هم روشن کردی، ما اینجا اومدیم. من کجا؟ روزه امام هادی. آقا شنیدم که کسی حرمتت نداشت، رحمی به سن و سال تو غربتت نداشت. داره تموم میشه، چون شمع نیم جان شده سو گرفته با آه و غربت و غم خود گرفته، لاغر شدی خمیده شدی آب رفته، از پا فتاده دست به